ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی. قسم یکم، منادی صلح و شاعر توانا. موضوع آزادی انسان در مرکز تمام ایجادیات پربرکت و ارزشناک میرزا ترسونزاده قرار گرفته است. ترنم آزادی شخصیت و جامعه، استقلالیت کامل دولتی همه کشورها رسالت عالی جمعیتی شاعر بود. شاعر آرزو می‌کرد که انسان زحمتکش به آزادی کامل موفق گردد، چنانکه ما به شرافت استقلالیت دولتی تاجیکستان به چنین آزادی نائل شدیم و در خریطه سیاسی جهان پیدا شدن نام تاجیکستان مستقل بشارت از آزادی در انتظار خلق تاجیک گردید. میرزا ترسونزاده در شرایط نوی تاریخی آزادی تاجیکستان و خلق‌های گوناگون ملت آن را وصف نموده است. قهرمان داستان حسن عرابکش جوانمرد است که آزادی حقیقی را در اجرای خدمت خلق و آبادانی مملکت می‌بیند. این است که او موافق تقاضای زمان نو هنر رانندگی می‌آموزد و برابر تاجیکستان خودش هم رشد و کمال می‌یابد. در داستان چراغ ابدی باشد، شاعر قدرشناس سیمای نورانی مربی زبردست خود استاد صدرالدین عینی را به تصویر کشیده، مقام نویسنده و دانشمند معروف، پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک، نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان را در حیات معنوی جامعه ما نشان می‌دهد. انسان آزادی که تمام فعالیت باشعورانه خود را چون شاعر و ارباب جمعیتی در راه سعادت خلق‌های زحمتکش، دوستی و برادری، وحدت و یگانگی مردم بخشیده است. خود استاد میرزا ترسونزاده می باشد که ما چهره پرجاذبه او را در داستان جان شیرین می بینیم. قهرمانان استاد ترسونزاده آدمان آزادی هستند که هستی خود را به خدمت خلق و وطن بخشیدند. آنها هر قدر که به تاجیکستان و انسانیت متمدن خدمت شایسته انجام دهند، به همان اندازه خود را آزاد و خوشبخت احساس می نمایند. ماهیت غایوی ایجادیات شاعر زبردست تاجیک را وحدت خلق‌های عالم و فعال ساختن نیروهای عظیم مادی و معنوی آنها در راه صلح، ترقیات اقتصادی، پیشرفت اجتماعی انسانیت تشکیل می‌دهد. میرزا ترسونزاده نقش و اهمیت ادبیات را پیش از همه در همین می‌بیند. شاعر در اثرهای خود نشان می‌دهد که مناسبت‌های دوستانه و احساس بلند انسان‌پروری تاجیکان همیشه حسن توجه جهانیان را به خلق تاجیک بیدار می‌کرد. مردمان گوناگون مذهب و گوناگون زبان عالم نسبت به ما در دل خود حس احترام و دوستی می‌پروریدند. از شعر میرزا ترسونزاده برمی‌آید که محبت و اعتقاد انسانیت پیشقدم به خلق و دولت ما، به عنعنه‌های ملی مردم ما، به عباره شاعر رسم خوب تاجیکان یعنی دوستی بی‌غرضانه، فرهنگی غنی، دل پاک و اخلاق حمیده علاقمند است. شاعر دوستی خلق‌ها را از جمله ارزش‌های بزرگ معنوی می‌شمارد و مقدس می‌داند. برای میرزا ترسونزاده وحدت خلق جهان مفهوم عمومی یا شعار نیست، بلکه جهانبینی روشن است که با گذشت روزگار و تربیت پیوسته در مکتب حیات حاصل شده است. با عقیده او گلخن دوستی و رفاقت و همدستی و همدلی را که اجداد بزرگ ما در راه انسانیت افروختند چراغ تابنده زندگی کردن ضرور است. شاعر به هموطنان خود مراجعت می نماید که دل را از کینه و عداوت، شبهه و ناباوری پاکیزه نگاه داشتن لازم است. دل را پر از مهر و وفا ساختن و آشیان زندگی را نیز در دل انسان گذاشتن در کار است، زیرا در جهان مقام بلندتری از دل انسان وجود ندارد. انسان بزرگترین و نادرترین معجزه طبیعت است. بنابراین میرزا ترسونزاده به انسان و ماهیت هستی او اهمیت کلان می‌دهد. در شعر و داستان و اثرهای دراموی و فیلمنامه‌های او انسان به تمام پهلوهای فعالیتش، دنیای باطنی و ظاهری، رسالت اجتماعی، عالم رنگین روحی و اخلاقی، مهنت و محبتش به تصویر آمده است. زنان، مادران، دختران پاگوهر تاجیک شاعر چهره آنها را با کمال محبت و احترام خاصه قلمداد نموده است، در متانت و
و زیبایی کم نظیرند. مادرنامه‌های میرزا ترسونزاده که در تمام مرحله‌های فعالیت ایجادیش ادامه یافتند، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی در نظم معاصر تاجیک یک رویه تازه را تشکل دادند. مادران و زنانی که میرزا ترسونزاده تصویر می‌کند دارای احساس بلند شهروندی و معنویات غنی میباشند. آنها چون زنان وطنخواه، زحمتکش، ایجادکار، تربیتگری اولاد نجیب، جانبداران صلح، یاران با وفا و زیبای و با شرف در دل ما مسکن گرفتند. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی در قسم یکم منادی صلح و شاعر توانا به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار